شكرا يا ربي شكرا، هديت قلبي شكرا، نورت دربي شكرا. شكرا يا رب يا منزل القرآن، يا خالق الإنسان. السلام علیکم و رحمت الله. برادر عزیز من، شما که پدرتان از دنیا رحلت کردن، انا لله و انا الیه راجعون، و بازگشت همه ما و شما به سوی پروردگار عزیز و نازنین می باشد. برادر که نازنین من، بالآخره صدقه بدهید، خیر انجام دهید. در هر اثنایی که شما قدومتان را در راه خیر و سعادت بگذارید و دستتان را به سوی علایم خیر دراز نمایید و چشمتان را به سوی علایم خیر بی اندازید. برادرک نازنین من، همینها همه صدقه برای پدرک نازنینتان، همینها همه اجر و پاداش است. بالآخره اگر کار زشتی انجام بدهید و اگر فعل بدی انجام دهید و شما بزرگ شده پدرتان هستید، شما را پدرتان تربیت داده، والد مادرتان تربیت داده، پس روحی آنها هم از شما شادمان نمی شود. پس بیایید به این آیت قرآن می نگریم. الله تعالی می فرماید و احسن کما احسن الله الیک، نیکی کن همان گونه که پروردگار عزیز و نازنینت بر تو نیکی کرده است. اینجا الله تعالی شما را به نیکی فراخواند و فرا میخواند نیکی کنید همان گونه که من بر شما نیکی کرده ام. و بالوالدین احسانا و بالوالدین احسانا و ذی القربى والیتامى والمساکین و قولوا للناس حسنا و اقیموا الصلاة و آتوا الزکاة ثم تولیتم الا قلیلا منکم و انتم معرضون. و چون از فرزندان اسرائیل ایمان محکم گرفتیم که جز پروردگار را نپرستید و به پدر و مادر و خیشان و یتیمان و مستمندان احسان کنید و با مردم و زبان خوش سخن بگویید و نماز را به پا دارید و زکات را بدهید. آنگاه جز اندکی از شما همگی به حالت اعراض روی برتافتید. سكنت لموتك ضجة الأصوات مذ أن دخلت لعالم الأموات. الموت حق والحقيقة مرة ولنا